درود دارم خدمت همه عزیزان. در فیلم قبلی آموزش ماژول XHM601 رو به صورت کامل توضیح دادم براتون. اگه این ویدیو رو ندیدید حتما برید ببینید. کانال ما حتما عضو بشید و لایک کنید، کامنت بذارید، سپاسگزار میشم. الان میریم روی ماژول XHM603. من از طریق منبع تغذیه 0 تا 30 یه ولتاژ رو دادم براش. برای تنظیم کردن این ماژول ما خیلی ساده است. میکروسویچ اولیه برای یعنی سمت چپیه برای شروع شارژمون هست، میکروسویچ دومیه برای قطع شارژمون. بسیار ساده. هر موقع این دکمه ها روی میکروسویچ رو ما نگه داریم میتونیم تنظیم بکنیم. الان روی 12 ولت تنظیمه. من مثلا با همین میکروسویچ ها نگاه بکنید رد شد. بله، من با همین میکروسویچ ها مثلا روی 11.5 میذارم شروع شارژمون رو. صبر میکنم میره حافظه، بعد قطع شارژمون رو ببینیم 14 رو دکمه نگه میدارم چند ثانیه. خب الان میتونم اینم تنظیم بکنم، بالا پایین کنم. میرم روی 14 و مثلا نیم، رفت رو حافظه. خب الان موقعی که من ولتاژ رو به 14.5 میرسونم این شارژ رو قطع میکنه. نگاه بکنید الان رفتم روی 14 14.1 14.5 قطع شد. موقعی که ولتاژ باتری میاد پایین نگاه بکنید 11.5 تنظیم کردم. موقعی که اومد پایین و رسید به 11.5 دوباره شارژ رو شروع میکنه برامون به همین سادگی. الان یه بارم تست میکنم براتون. رفتیم روی 14.5 قطع کرد، اومدیم پایین روی 11.5 شارژ رو دوباره برامون شروع میکنه. دقیقا همین. بسیار ساده است، ساده تر از تنظیم M601. الان ما بخوایم این رو به حالت استاندارد اولش، یعنی تعریفی که اولیه شده براش انجام بدیم، 2 تا دکمه میکروسویچ ها رو همزمان با هم نگه میداریم. عدد 888 نوشته میشه. نگاه بکنید درست این رفت به تنظیمات